حکم کسی که زندگی آخرت رو انکار میکند. سوال: چی حکم دارد کسی که زندگی آخرت رو انکار میکند و میگوید این چیزها افسانه های اثرهای میانه اند و چگونه میتوان چنین افراد را قانع معن کرد؟ جواب: الحمدلله. هر کی زندگی آخرت را انکار کند و گوید که آن تنها خرافات اثرهای گذشته است، کافر می شود. زیرا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرموده است: و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. و میگویند زندگی ما همین زندگی دنیاست و ما مبعوث نمیشویم، بار دیگر زنده نمیگردیم. ولو ترى اذ وقفوا علی ربهم. و اگر تو ببینی وقتی که آنها نزد پروردگارت راست میستند، قال الیس هذا بالحق. میپرسند آیا این حقیقت نیست؟ آیا این بر حق نیست؟ قالوا، میگویند بله و ربنا، میگویند بله سوگند و پروردگارم، بله درست. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. پس میگوید الله سبحانه و تعالی پس بیچشید عذاب را با آنچه که شما کافر شده بودید. سوره انعام. و نیز فرمود ویل یومئذ للمکذبین. ویل یک وادی در جهنم است. ویل بارد در آن روز از برای تکذیب کنندگان. الذین یکذبون بیوم الدین. آنان که روز جزا را انکار و تکذیب میکنند. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم. و جو ستمگاران گناهکار کسی آن روز را تکذیب نمیکند. اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. هنگامی که بر آنها آیه های قرآن تلاوت کرده شد، میگویند این افسانه های گذشتگان پیشین است. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. هرگز چنین نیست که آنها گمان میکنند، بلکه سبب آنچه کرده اند در دلهایشان زنگ بسته است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. هرگز چنین نیست که آنها میپندارند، بله بیگمان و بدون شک و تردید آنها در آن روز از دیدار پروردگارشان محرومند. ثم انهم لصال الجحیم. و بعد از حساب آنها وارد جهنم میگردند، مسلما وارد جهنم میگردند. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. سپس بر آنها بر ایشان گفته می شود این آتش همان چیزی است که بر آن تکذیب میکردید. سوره مطففین. و نیز میفرماید بل کذبوا بالساعة و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا. آره آنهایی که قیامت را دروغ دانستند، ما برای کسانی که انکار کردند، انکار کنندگان هستند، عذابی سخت آماده کرده ایم. سوره فرقان. و نیز فرمود والذین کفروا بآیات الله ولقاء اولئک لبسوا من رحمتی. اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. کسانی که به آیه های پروردگار و دیدار او کافر ورزیدند، کافر شدند، آنها ناامیدند از رحمت پروردگار و برایشان عذاب دردآور و سخت است. سوره عنکبوت. و اما طرز قانع نمودن منکران این کار کنندگان با شکل زیرین ذکر و یادآوری می‌گردد. اولا مسئله حیاتی بعد مرگ، بعث، با نقل متواتر از جانب پیامبرمان و رسولان در کتاب‌های الهی و شریعت‌های آسمانی ثابت شده است و امت‌هایشان آن را با قبول پذیرفته‌اند. پس چگونه آنها این کار میکنند حال آنکه شما به چیزی که از یک فیلسوف یا صاحب عقیده یا که فکرها و اندیشه ها به شمار می رود باور میکنید؟ گرچنده که نقل در باره حیاتی بعد مرگ از جهت اصول نقل و شاهدی واقعی بیشتر و قویتر و نیکوتر است. و دوم مسئله حیاتی بعد مرگ را نیز عقل نیز ممکن می شمارد و اعتراف می کند و آن از چند جهت است. اولا هیچ کس این کار نمی کند که پس نیستی آفریده شده است، پس ذاتی که او را بعد از نیستی آفرید بیشک برگرداندن او را برایش باز هم آسان تر است. چون که الله میفرماید و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه. او پروردگار کسی است که آفرینش را آغاز میکند سپس آن را باز میگرداند و این برای او آسان تر است. سوره روم. و نیز میفرماید یوم نطوی السماء کطی السجل. روزی که آسمان را چون ورقهای کتاب پیچانیم، همچنان که آفرینش اول را آغاز کردیم و وعده ما راست است.
و ما به شبهه عمل کننده ایم. سوره انبیاء آیه 4. هیچ کس بزرگی آفرینش آسمان ها و زمین را انکار نمی کند به خاطر بزرگی و سازش عجیبشان. پس ذاتی که آسمان ها و زمین را آفرید بدون شبهه و تردید آفرینش انسان ها و بازگشت آنها به سوی پروردگار قادر توانا آسان تر است. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آفرینش آسمان ها و زمین بزرگتر از آفرینش آدم هاست. سوره غافر آیه 57. اولم یروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. آیا نمیبینند که الله کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید و در آفرینش آنها عاجز نشد؟ او قادر است که مردمان را زنده بگرداند. بله، او به هر چیز قادر توانا است. سوره احقاف آیه 33. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بله. آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید قادر نیست که مانند آنها انسان ها را بیافرد؟ بله، او آفریدگار دانا است. هو خلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر او چنین است زیرا چیزی را بگوید که پیدا شو پس پیدا میگردد، باش پس پیدا میشود. سوره یاسین آیه 82. هر صاحب بصر آدمی دیده‌دار میبیند که زمین پس از خشک شدن و مرده شدن گیاهایش از بین رفتن با باریدن باران زنده میگردد و گیاها شکوفان میگردند. پس ذاتی که زمین مرده خشک نابود شده را زنده میگرداند بدون شک و تردید که زنده گرداندن مرده ها و احیا کردن آنها قادر است. الله میفرماید و من آیاته انک تری الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. و از نشانه های قدرت او این است که تو زمین را خاموش، خشک و مرده میبینی. پس چون بر آن باران فرستاده شود به هیجان می آید و می سبزد. ان الذی احیاها لیحیی الموت انه علی کل شیء قدیر. همان کسی که این زمین را زنده گردانیده است، زنده کرده است، به درستی که قادر است که مردگان را بار دیگر زنده نماید. هر آینه او به هر چیز قادر توانا. سوره فصلت آیه 39. سوم، در برای احیا پس از مرگ بعث، حس و واقعیت نیز با امکان پذیری آن شهادت می‌دهد. به آنچه که الله سبحانه و تعالی به ما در قرآن درباره زنده گرداندن مردگان خبر داده است. در سوره بقره 5 واقعه از این قبیل ذکر شده است. از جمله الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 259 قصه زنده گرداندن مردم را ذکر می‌نماید. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام. یا مثل کسی که از بالای دهه گذشت به نزد دهه گذشت که خراب و فرو ریخته را دید. این دهه را گفت چگونه الله سبحانه و تعالی این دهه را پس از مرگ زنده میگرداند؟ پس الله سبحانه و تعالی او را 100 سال میرانید، سپس زنده اش کرده و گفت تو چند مقدار خواب رفتی؟ گفت روز یا قسمتی از روز. گفت نه، بلکه تو 100 سال خواب رفتی. پس به طعام و شراب خود نظر کن. فانظر الى طعامك و شرابك لنجعلك آیه للناس. پس به طعام و شراب خود نظر کن، ما تو را یک عبرتی از برای مردم قرار میدهیم. وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. پس بر این استخوان‌ها نظر کن، نظر افکن که ما چگونه این را بار دیگر زنده میسازیم. یک بر این خری خود نظر کن که استخوان شده بود تا تو را نشانه برای مردم گردانیم. بر این استخوان‌ها بینگر چگونه آنها را برمی انگیزیم، سپس بر آن ما گوشت میدمیم. چون این مسائل برایش آشکار شد گفت دانستم، یقین کردم که پروردگار بر هر چیز تواناست. سوره بقره آیه 59. چهارم، حکمت و عدالت تقاضا میکند که پس از مرگ احیا صورت میگیرد تا هر نفس پاداش عملهای خود را بگیرد. بر او داده شد آن عملی که در این دنیا انجام داد. اگر چنین نمیبود آفرینش انسانها به اساس و بیهوده و بیفایده میشد و میان انسان و حیوانات هیچ فرق دیگر نمیشد. الله میفرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میبرید که ما شما را بی هدف و بیفایده آفریده ایم و به نزد ما شما بازگردانده نمیشوید؟ فتعال الله الملك الحق.
پس بزرگ از آن پروردگار پادشاهی برحق که الهی برحق جز او نیست، لا اله الا هو رب العرش العظیم، که او پروردگار عرش بزرگ است. سوره مؤمنون آیه 115-116. این ساعت و درستی قیامت ساعت نزدیک است و من آن را پنهان می‌دارم تا هر کسی به پاداش کارهای خود رسد. سوره طه آیه 15. و همچنین در سوره نحل آیه 38 چون می‌فرماید آنها به خدا با پروردگار با قسمی سخت سوگند می‌خوردند که الله کسی را که می‌میرد زنده نمی‌کند. گفتند بله این وعده حقیقی اوست ولی بیشتری مردم نمی‌دانند. آنها به الله با قسمی سخت سوگند می‌خورند که الله کسی را که می‌میرد زنده نمی‌کند. بله این چنین نیست، بلکه الله هر کسی را بعد مرگ زنده می‌کند. این وعده حقیقی اوست ولی بیشتری مردم نمی‌دانند. و تا آنچه در آن اختلاف داشته‌اند برای آنها روشن گردید و بدانند کسانی که کفر ورزیده‌اند که آنها از دروغگویانند. همان فرمان ما بر چیزی که اراده اش کنیم تنها این است که گوییم باش سپس پیدا می شود. و نیز در سوره تغابن می‌فرماید زعم الذين كفروا الا يبعثوا، کافران گمان میکنند که احیا نمیشوند. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بله به پروردگار من که شما حتما احیا زنده میگردید و شما را با اعمالتان آگاه خواهند کرد و این برای پروردگار بسیار آسان است. پس اگر این دلیل ها به منکران حیاتی بعد مرگ بعث بیان کرده شود و آنها باز هم به این کار خود پافشاری کنند، پس آنها شخصان سرکش و دشمنان و این کار کنندگانند و با زودی ظالمان خواهند دانست که به کدام سرانجام برمیگردند. مجموع الفتاوی و رسائل مجلد 22 صفحه 225 شیخ ابن العثیمین رحمه الله تعالی.